مخاطبای عزیز، من وحید هستم. این کانال رو تازه راه انداختم و قراره به قله‌های ایران سفر کنیم و شما میتونید تو این کانال مسیرهای کوهنوردی رو باهاش آشنا بشید و ما اینجا مسائل زیادی رو بررسی میکنیم، تجهیزات کوهنوردی معرفی میکنیم و این طبیعت زیبایی که میبینید میتونید از این مسیرها لذت ببرید وقتی داخل این کانال هستید. اینجا خوبه دیگه، درسته؟ تو قرار بود که ما با دوستانمون بریم قله زرتشت، اما متاسفانه من دچار اسپاسم عضلانی شدم و با همفکری بچه‌ها تصمیم گرفتیم که بیایم به یه طبیعت دیگه که زیاد کوهنوردی نداشته باشه و دوستان همیاری کردن با ما و این اتفاق افتادش و ما الان در مسیر روستای اندژ هستیم و این طبیعت زیبایی که می‌بینید، طبیعت زیبای روستای اندژ علموت قزوین رو می‌بینیم. ما کوه‌هایی که به شدت جاذبه زیبایی دارن برای گردشگری و واقعا حیف نیست که این همه ماشین تا اینجا حق ورود دارن. در حقیقت ما به قله‌های زیادی قبل‌تر از این صعود کردیم و می‌خوایم که اینجا با شما دوستان مسیرهای جدیدی که میریم به اشتراک بذاریم و خوشحال میشیم که شما در این کانال ما رو همراهی کنید و قوت قلبی باشید برای ما و سابسکرایب که کنید خیلی ممنون.